واویژه آهیل یکی از رستوران‌ها و فست‌فودهای خیلی خوب تو منطقه جنت آباده که خیلی سر و صدا کرده. امروز می‌خوایم با همدیگه واویژه رو رستوران رفتاری کنیم. این مجموعه یه سالن خیلی خوب داره، ولی بیشتر از اینکه سالن خیلی خوبی داشته باشه و بزرگ باشه، یک آشپزخونه خیلی بزرگ داره. اینجا همه چیز برنده. حالا ما دونه دونه برندایی هم که اینجا استفاده میشه رو با هم دیگه میبینیم. روغن برنده، ژامبون هاشون برنده، پنیر هاشون برنده. دونه دونه موارد رو با هم دیگه میبینیم و به شما نشون میدیم. این یخچالشونه. کالین. سیب زمینی‌های بهتو که دیگه معروفه. اصلا نیاز به گفتن نداره. پنیر موزارلا. ژامبونای 202 اگه تستش کرده باشید میدونید چقدر خوبه. و پیاز سوخاری BA. تو این یخچال فیله ها و بال ها، کتف و بال سوخاری که قراره که اینجا مرینت بشه آماده بشه، همه تو این یخچاله آماده است، مرینت شده. این بالا هم که روغنا اونو میبینیم. حالا از اینجا نگاه کنی، اولی طبیعت، دومی طبیعت، سومی طبیعت، چهارمی، پنجمی، ششمی، همش طبیعته. در تکمیل یه مجموعه خوب با یه رستوران رفتاری خوب میتونم بگم که این مجموعه قسمت بارش هم کامله. حالا شما اگر نوشیدنی‌های گرم هم بخواین اینجا آمادن، میتونن به ما این خدمات رو بدن.